چی بگویم؟ سلام علیکم گفتن نمیتونم. بله برادر محترم، سوال آخر سوال خوبی است. وقت روبرو شدن با برادران مسلمان چی بگویم؟ سلام علیکم که گفتن نمیتونم. آیا در شریعت شما آمده که سلام علیکم نگوین؟ آمده؟ بله من نکرده. برادر محترم، آیا موقع روبرو شدن با برادر مسلمان سلام علیکم گفتن میتونم؟ این سوال را قبلا کسی مطرح کرده که آیا برادر مسلمان وقت روبرو شدن با غیر مسلمان و علیکم السلام گفته میتونه؟ آیا با غیر مسلمان سلام گفته میتونه؟ همین سوال شماست. در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. آیا مسلمان به غیر مسلمان سلام داده میتونه یا نه؟ آیا جواب سلام غیر مسلمان را داده میتونه یا خیر؟ این اختلاف چطور به وجود آمده؟ به خاطر که در حدیث صحیح بخاری جلد شماره 8 حدیث شماره 657 نوشته شده که پیامبر خدا میفرماید وقتی یهودی به شما السلام علیکم میگه، معنای السلام علیکم مرگ بر شما باد است. وقتی یهودی به شما السلام علیکم میگه، شما و علیکم بگین، یعنی همچنان بر شما باد. پس این حدیث واضح است. وقتی یهودی به شما میگه مرگ بر شما، السلام علیکم خلاصه میگن، رمزی و تیز میگن السلام علیکم، نه السلام علیکم میگن، شما در جواب و علیکم بگوین، یعنی همچنان بر شما. پس بر بنیاد همین اکثریت مسلمان ها فکر میکنن که با غیر مسلمان ها السلام علیکم گفتن نمیتونم و علیکم السلام هم گفتن نمیتونم. به همین خاطر اکثریت غیر مسلمان ها وقت سلام میتن مسلمان ها و علیکم میگن. حال به خاطر فهمیدن اختلاف نیاز دارم در قرآن و صحیح حدیث تحقیق کنم و ما درباره این به طور وسیع تحقیق کردم. مطابق قرآن تفسیر خردو را خواندم، تبری را خواندم، ابن کثیر را خواندم، احادیث دیگر را خواندم. حال نتیجه تحقیق به شما میگم. به خاطر چی اختلاف وجود داره او را گفتم. وقتی از ابن عباس رضی الله عنه سوال کردند درباره این آیت که در سخنرانی خود تلاوت کردم، سوره نساء چپتر 4 آیه 86. بأحسن منها او ردوها ان الله كان لكل شيء حسيبا. چون سلام گفته شوند به سلامه، پس نیکوتر از آن سلام گوین یا به مثل آن، حقا که خداوند همه چیز را محاسبه میکنه. یعنی اگر کسی شیوه خوب با شما روبرو شد مطابق این آیت، اگر غیر مسلمان باشد و ببیند و سلام بدهد، شما باید چطور جواب بدن؟ پس ابن عباس رضی الله عنه میگه که آیت روشن است. هر کس به شما سلام گفت، چه مسلمان باشه، مجوس باشه، غیر مسلمان، هر کس که به شما سلام داد، قرآن میگه که شما باید بهتر از آن سلام بتن یا حداقل به ما اندازه، چون الله بهترین حساب کننده است. پس هر کس سلام داد شما باید جواب بتن. پس مطابق این آیت ابن عباس رضی الله عنه میگه که صحابه معظم بود، اگر غیر مسلمان به شما سلام کرد پس شما بهترین شکل و علیکم بگوین. اما بین علما اختلاف وجود داره. بعضی علما میگن نه خیر، این کلمه فقط مخصوص مسلمان است و برای غیر مسلمان ها فقط اندازه خودشان کافی است. پس درست است همه وقتی که اونا سلام کردن شما باید و علیکم بگوین. حداقل این یک کلمه رو بگویم، و علیکم تا فقط برای کسی که بر شما مرگ باد بگوید. اما غیر مسلمان اگر از سلام گفت، ابن عباس میگه که بهتر از آن را بگوین یا به همه اندازه بگوین. اما بعضی علما میگن نخیر، فقط به همه اندازه. اگر بهترین گفتن و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بهتر است، پس در این هیچ اختلاف وجود نداره. اگر غیر مسلمان به شما سلام کرد، بر شما واجب است و علیکم السلام طبق قرآن سوره نساء چپتر 4 و آیه 86 فرض است. حال سوال دومی است، آیا مسلمان به غیر مسلمان سلام کرده میتواند؟ دست داده میتواند؟ در این مورد اختلاف وجود دارد. در این حس اختلاف وجود داره. چرا اختلاف وجود داره؟ به خاطر که یک حدیث از حضرت محمد متفق علیه هست، هم در بخاری و هم در مسلم. در جلد سوم صحیح مسلم نوشته است در کتاب سلام حدیث 5389 در این نوشته است که حضرت محمد صلی الله علیه و فرماید هر وقت یگان یهودی یا نصارا را در حال گذر دیدن با آنها سلام نکنن و راه آنها را تنگ کنن. پس بر اساس این حدیث، چون حدیث پیامبر خداوند است، اگر با عیسوی یا یهودی روبرو شدن سلام نکنن و راهشان را تنگ کنن. اما یک حدیث دیگر از صحیح بخاری است، جلد شماره 8 حدیث شماره 6254
که میگه پیامبر خدا میفرمایند اگر با جمع روبرو شدن که در آن هم یهودی، هم کافر، هم مسلمان و هم عیسوی باشد، پس پیامبر خدا میفرمایند السلام علیکم، سلام بر شما باد، و آنها را به سوی الله دعوت میکرد. پس از این حدیث معلوم میشه که اگر جمع مختلط باشه سلام گفته میتونن و هیچ اختلافی وجود نداره، هیچ اختلافی. پس دو پهلو داره. اگر غیر مسلمان سلام کرد شما به شک جواب داده میتونن و علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر مجلس مختلط است حتی دست داده میتونن، هیچ اختلاف وجود نداره. فقط اختلاف در این است که در وقت دیدن یک نفر غیر مسلمان در وقت سلام دست داده میتونن یا خیر. وقت قرطبی میخواند، تفسیر قرطبی را میخوانن، در اونجا عینه است. از او عینه رضی الله عنه سوال شده که در وقت سلام دادن به غیر مسلمان دست داده میتونیم یا خیر؟ ایشان از قرآن مجید از سوره ممتحنه چپتر 60 و آیه 8 جواب میده که الله سبحانه و تعالی میگه کسانی که شما را از خانهشان به بیرون نمی اندازند، کسانی که به دین شما توهین نمی کنند، با آنها در امن باشن، صبور باشن و خوب رفتار کنن، به خاطر که الله سبحانه و تعالی با انسانهای صبور است، با کسانی که خوب رویه میکنن. و در 4 آیت پیشتر از آن میگه، سوره ممتحنه چپتر 60 و آیه 4، بهترین مثال ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم علیه السلام در چه مثال است؟ برخورد متقابل. همگیشون جواب قرآن است. به خاطر برخورد متقابل سوره مریم را بخوانن، چپتر 19 آیه شماره 47. در اینجا ذکر شده وقت پدر ابراهیم علیه السلام کافر بود، مشرک بود، و وقت ابراهیم علیه السلام را از خانه بیرون انداخت، در سوره مریم چپتر 19 آیه 47 میفرماید قال سلام علیکم. ابراهیم علیه السلام با پدر خود میگه که سلامت باشد. قرآن میگه ابراهیم علیه السلام بهترین مثال است. ابراهیم علیه السلام پدر مشرک و کافر خود را السلام علیکم گفت. پس بر این اساس، پس بر این بنیاد اکثریت علما میگن، علمای جمهور میگن که این سلام خداحافظی بود. این گفته جمهور است. به خاطر همین میان علما اختلاف وجود داره. اکثر علما میگن که سلام سلامتی بود، به همین خاطر شما با غیر مسلمان سلام گفته میتونن. بعضی علما میگن که نه خیر، او سلام خداحافظی بود، با این سلام گفته نمیتونیم. بیشتر اگر تحقیق کنیم در میابیم که فقط در فرقان چپتر 25 آیه شماره 63 نوشته شده که مؤمن کسی است که در دنیای فانی با عاجزی گام بر می دارد، با فروتنی قدم می زند. وقتی با انسانهای جاهل روبرو می شوند سلام می گویند، سلام علیکم. قرآن میگه مؤمن کسی است که بر روی زمین عاجزانه و با فروتنی قدم میزنه و وقتی با جاهل روبرو میشن سلام میگن، سلامتی بر شما باد. باز قرآن بخوانن. در قرآن مجید چپتر 28 آیه 55 نوشته اگر یگان غیر مسلمان یا کافر خلاف اسلام گپ زد و بی حرمتی اسلام را کرد، بگوین اعمال من بر خودم و اعمال شما به خودتان، بر شما سلام علیکم. بله سلام بر شما. به همین خاطر نزدیکان سلف اکثریتشان قبول دارند که شما به غیر مسلمان هم سلام کرده میتوانند و هم جواب اونا رو داده میتونن. باز هم بعض علمای سلف تا هنوز هستن که میگوین با غیر مسلمان سلام کردن نمیتونن، اما اکثریت قبول دارن که سلام کردن میتونن، چون در قرآن و حدیث صحیح دلیلش وجود داره. پس دلیل او وجود داره. پس هر وقت بین علمای سلف اختلاف به وجود میآید ما تحقیق میکنم و دلایل اونها را بررسی میکنم. در قرآن حدیث صحیح دلیلشون را میبینم و بعد به طرف اون علما میرم، طرفداری او عالم را میکنم که فکر میکنم بیشتر با قرآن و حدیث نزدیک است. به می خاطر از ابن مسعود رضی الله عنه سوال کرده بودند. مسعود رضی الله عنه سلام کردن به غیر مسلمان را کار اشتباه میدانه، پس چرا انجام میده؟ ابن مسعود میگه این حق آنها است. از ابو اسامه سوال کردن که چرا به غیر مسلمان ها سلام میکنن؟ او هر وقت قدم میزد هم به مسلمان و هم به غیر مسلمان سلام میکرد، چرا این کار میکنن؟ ایشان گفتن پخش کردن رحمت بالای ما مسلمان ها فرض است، به همین خاطر به غیر مسلمان ها سلام میکنم. ما در آخر جواب خود میخوایم بگم که
در سوره انبیا چپتر 21 و آیه 107 الله متعال می‌فرماید: من محمد صلی الله را به خاطر پخش رحمت در تمام جهان، به خاطر تمام انسانیت، چه مسلمان باشد یا چه کافر باشد چه مشرک باشد، به خاطر تمام عالمیان فرستادم. پس تمام ما مسلمان ها در دنیا آرامش و رحمت ایجاد میکنیم و از الله متعال میخواهیم که جدوه و جهت ما را قبول کنه. انشاءالله این سخنرانی را به پایان میرسانم و ما از مردم کیشنگنج ناگر یک که حضور پرشور دارن و کسایی که از منطقه نزدیک آمدن سپاسگزاری میکنم. تحفه شما با تحفه 3 روزتان با مجموعه بسیار کلانی که از ما استقبال کرده این از شما تشکر میکنم. ما درخواست میکنم که بعد از شنیدن چیزایی که ما به شما گفتم انشاءالله به گفتهای ما در زندگیتان جامع عمل بپوشانین. اگر در زندگیتان به گفتهای عمل کنین بیشتر خوش میشم و انشاءالله اگر خواست الله بود زودتر به خاطر دیدار شما میآیم. خدا عاقبت همه ما را ختم بخیر کنه و عبادات ما را به درگاه خود بپذیره. خدا یار و نگهدارتان.